پرونده امروزمون بعد از 10 سال و به کمک DNA حل میشه و میتونه برای کسایی که به هیپنوتیزم علاقه دارن هم جالب باشه. سلام بچه‌ها، من آرنیکام، اسم واقعیم نیست ولی شما منو به این اسم میشناسید. هر دفعه ما توی این چنل به بررسی انواع پرونده‌های جنایی برای آگاه‌سازی شما عزیزان میپردازیم. با من همراه باشید. در آلباکراکی مکزیکو یه خانواده 6 نفره که متشکل از یک مادر و 5 تا دختر بودن با هم داشتن زندگی میکردن تا عضو جدید خانوادهشون یعنی بریتنی مارسل به دنیا میاد. این خانواده با اینکه مامانشون مجرد بوده اما برای زندگیشون تمام تلاشو میکردن، سختی‌های خاص خودشونو داشتن، اما مسئله خاص بزرگی توی خونهشون نبود. بریتنی یه دختر خیلی مثبتیه که دوران دبیرستانش رو خیلی خوب میگذرونه و میرسه به دبیرستان. در دوران کودکیش بسیار دختر شوخ و شنگ و مهربونی بوده و هیچ مسئله خاصی هم توی زندگیش وجود نداشته که بخواد اذیتش بکنه. موقعی که وارد دبیرستان میشه تصمیم میگیره که همزمان با تحصیل توی یه مغازه عینک فروشی هم کار بکنه و به خاطر روابط اجتماعی خیلی بالایی هم که داشته میتونسته خیلی فروش خوبی داشته باشه. مثلا یه 4-5 تا عینک به یه نفر میفروخته. اما خب دوست داشته که خبرنگار مجله ها بشه، یعنی هدف اصلی زندگیش این بوده. این خانواده 7 نفره داشتن زندگیشون رو خیلی قشنگ میگذروندن توی یک محله خیلی آروم تا 28 سپتامبر سال 2008 که بریتنی و مامانش دایان تصمیم میگیرن دوتایی با هم یه روز مادر دخترونه رو بگذرونن و یه ناهاری بیرون بخورن. اما تو لحظه های آخر تصمیم میگیرن که خب این روزشون رو توی خونه با هم بگذرونن. برای همین بریتنی از مدرسه برمیگرده و میرسه خونه و به مامانش زنگ میزنه، میگه منم رسیدم. مامانش هم میگه اوکی منم تو راهم. موقعی که دایان وارد خونه میشه میبینه که بریتنی متاسفانه افتاده روی زمین، تمام وسایلش پخش و پلا شده این ور اون ور و مسلماً میره تو شوک. از سر تا پا هم خونی بوده و به خودش میاد، متوجه میشه که یه سایه کنارش تکون خورد و برمیگرده و میبینه یک مرد که یه بیل خونی تو دستشه کنارش وایساده و داره نگاهش میکنه. همون جوری که کاملا آچمز شده بوده، مرده میره تو آشپزخونه، یه دونه ساتور برمیداره و میگه نفر بعدی تویی. اینجا دایان فکر کنید مثلا دخترش رو توی اون حالت دیده و حتی کسی که با دخترش این کارو کرده هم داره میبینه و اون آدم داره قصد جون خودش هم میکنه. فوق العاده شوک بوده، اما داشته فکر میکرده که باید پیش دخترم بمونم یا باید فرار کنم، که خوشبختانه بهترین تصمیم میگیره و فرار میکنه. میره خونه همسایه بغلی، به 911 زنگ میزنه و میگه که دختر من کتک خورده، میترسم اون مرد همچنان باش تو خونه باشه، حالش خیلی بده، مسئله مرگ و زندگیه، زودتر بیاید. What is your name? Diane Marcel. He might be in there. Oh my gosh. This is a life-death situation. Can they hurry? پلیس و آمبولانس خیلی سریع خودشون رو میرسونن به محل وقوع جرم و میبینن که بریتنی حالش خیلی بده، اما خوشبختانه زنده است، کامل بیهوشه، فوق‌العاده خونریزی شدید داره. برای همین به سرعت به بیمارستان منتقلش میکنن. تیم تحقیقاتی از اون وارد صحنه جرم شده بودن و داشتن هر اون مدرکی که نیاز دارن رو جمع میکردن که متوجه میشن بیل خونی توی بیرون از خونه افتاده. حالا چجوری متوجه این قضیه میشن؟ دور خونه رو که میگردن میبینن یکی از پنجره های خونه خورد شده و تمام شیشه ها بیرون خونه ریخته بوده که به این میگن خروج اجباری، یعنی ضارب از پنجره فرار کرده. اما مثلا موقع ورود هیچ علائمی از خورد کردن در، خورد کردن شیشه نمیبینن و متوجه میشن که موقع ورودش اجباری نبوده، یعنی امکان داره که بریتنی قاتل رو بشناسه یا اینکه فرد یه قاتل سریالیه و همینجوری بریتنی رو انتخاب کرده بوده. اما موقعی هم که داشته از پنجره فرار میکرده یه دونه قطره خون خیلی گرد و شیک تمیز از خودش به جا گذاشته بوده. پلیس این قطره خون رو برای انجام آزمایش تست DNA انتقال میدن به آزمایشگاه، اما هیچ مچی با این DNA پیدا نمیکنن که اینجا متوجه میشن تئوری قاتل سریالی از اینجا حذف میشه به خاطر اینکه این آدم سابقه دار نبوده. پس با توجه به نوع ضربه زدن به بریتنی هم امکان داره که قاتل آشنا باشه. اما از اون طرف وقتی از مادرش میپرسن که شما ضارب رو میشناختی، دایان میگه که نه، من اصلا هیچ چیز رو به یاد نمیارم. پزشکا اعلام میکنن که بریتنی یک شکستگی در سر، دنده و یه قسمتی بین پایین تنه و کمرش داره و یه جورایی خراش و کبودی بسیار زیاد هم روی دستاش بوده که نشون دهنده دفاع از خودش در برابر ضارب بوده.
اما متاسفانه پزشکان خانواده بریتنی رو برای خداحافظی کردن باهاش آماده کرده بودن، چون وارد کما شده بوده و وضعیتش فوق‌العاده افتضاح بوده. اما خوشبختانه بریتنی از کما میاد بیرون. حداقل 16 تا عمل جراحی روش انجام میدن و من فوق‌العاده بهش افتخار میکنم که اینقدر آدم قوی بوده. ولی موقعی که به هوش اومده بوده نمیدونسته که چه اتفاقی براش افتاده، یعنی کامل حافظه رو از دست داده بوده، تا یه جاهایی هم اصلا خیلی چیزا رو فراموش کرده بوده. دکترها خیلی عمل جراحی‌های متفاوتی روش انجام میدن که یکیش این بوده که میان از جمجمه سرش یه دایره میکنن و میبرن اون قسمتی که بین کمرش و پایین تنش شکسته بوده پیوند میزنن تا اونجا جوش بخوره و دوباره این جمجمه رو از اونجا بر میدارن و برمیگردونن سر جای اولش و یه کلاهی، حالت کلاه کاسکت روی سر این بچه بوده که باعث میشده ازش محافظت بکنه و اینجا فقط بریتنی 19 سالش بوده. خلاصه 1 سال طول درمان بریتنی طول میکشه و یواش یواش داشتن بهش میگفتن که چه اتفاقی براش افتاده، چون موقعی که یه فردی بعد از مثلا گذروندن یک همچین درامایی به هوش میاد نمیان بهش کامل بگن که چه اتفاقی افتاده، چون امکان داره این آدم برای خودش خاطره سازی بکنه و چیزهایی که میگه واقعیت نداشته باشن. خلاصه خوشبختانه بریتنی عقب نمیکشه و تمام توانش رو جمع میکنه، دوباره میتونه راه بره، غذا بخوره، حرف بزنه و برگرده به حالت طبیعیش. اما متاسفانه دکترها گفته بودن که بریتنی به طور کامل قرار نیست که دوباره بشه اون شخصی که قبلا بوده. اما من بازم بهش افتخار میکنم و به نظرم خیلی آدم قوی بوده که تا همین جا هم تونسته دووم بیاره و اینقدر مقاومت کنه در برابر این مشکلاتی که براش به وجود اومده. خب ببینید، وقتی که برای یک فردی یه درامای این شکلی به وجود میاد، ناخودآگاهش میاد برای کم کردن حجم اون ناراحتی و شوکی که بهش وارد شده اون قسمت از خاطره رو به طور کامل پاک میکنه که با شوک الکتریکی قابل درمان و برگشته. یکی دیگه از دلیل‌های اینجور فراموشی ها هم اینه که وقتی به غده هیپوکامپ مغز که وظیفش کنترل توجه و حافظه هست ضربه میخوره، با توجه به شدت ضربه باعث فراموشی و از دست دادن حافظه میشه که اون هم قابل درمانه، بازم با توجه به ضربه‌ای که بهش خورده. در مورد کیس بریتنی به خاطر اینکه هر دوی این مسئله رو تجربه کرده بوده، این دختر کامل این خاطره رو از دست داده بوده و خیلی چیزای زندگیش هم یادش نمی اومده. پلیس موقعی که بریتنی دیگه از بیمارستان مرخص میشه میان و شروع میکنن به پیگیری کردن این مسئله و خود بریتنی و دایان هم اصلا نمیخواستن از این قضیه بگذرن. بریتنی خب 1 سال مدرسه نرفته بوده تو دبیرستانش و مدرسهشون میاد برای بازگشت بریتنی یه جشن خوش آمد به وجود میاره، براش میگیره که خیلی به نظرم این حرکت جالبی بوده. خلاصه اینا بریتنی داشته زندگیشو ادامه میداده و پلیس میاد بهشون میگه که ببینید حتی اگر یک ذره اسم کسی توی ذهنتون هست که بهش مشکوک هستید که امکان داره به این قضیه ربط داشته باشه رو به ما بگین. که یکی از دخترها میاد یه اسم خیلی جالبی رو میگه و میگه فکر میکنم کار پدر بیولوژیکیمون باشه. به گفته خانواده این فرد بسیار آدم بدی بوده و بچه‌ها رو فوق‌العاده اذیت میکرده، همینطور مادرشون رو، و حتی بعد از به دنیا آمدن بریتنی که اینا میخواستن از هم دیگه جدا بشن هم توی پروسه طلاق فوق‌العاده اذیتشون کرده و نظریه‌شون بر این بوده که این آدم اومده یه قاتل اجاره‌ای گرفته تا بیاد یه بلای سر یکی از اینا بیاره و بخواد اذیتشون بکنه. پلیس میرن سراغش و باهاش صحبت میکنن و اونم میگه که نه، من اصلا توی همچین قضیه‌ای نقشی نداشتم و شاهد هم میاره که اون روز کجا بوده و داشته چی کار میکرده. از طرف دیگه پلیس میان دی ان ای اون خونی رو که داشتن با دی ان ای پدر خانواده چک میکنن و متوجه میشن که بهش تعلق نداره. برای همین اسم پدرشون رو از مظنونین خط میزنن. بعد از اون میان با توجه به دی ان ای که از این خون داشتن یه تصویر سه‌بعدی به وجود میارن که اسمش رو میذارن جان. علت انتخاب این اسم اینه که یه قانونی هست وقتی شما یه فرد ناشناس رو از روی دی ان ایش یه تصویر سه‌بعدی براش میسازی، تا موقعی که ندونی این فرد کیه به اسم جان صدا میشه، حالا جان 1 جان 2 اینا، و این تصویر رو میان توی رسانه ها پخش میکنن تا اگه کسی میشناستش بهشون یه خبری بده، اما متاسفانه هیچ خبری نبود. 3 سال از این حادثه میگذره و در 18 آگوست سال 2013 یک کارآگاهی که فوق‌العاده به شغلش هم علاقه داشته به اسم جودی گانترمن میاد و پرونده بریتنی رو دستش میگیره.
و شروع میکنه با بریتنی پیدا کردن هر اسمی که امکان داره در گذشته بریتنی تاثیر گذاشته باشه توی این مسئله. و اینجا تصمیم میگیرن که با همکاری خود بریتنی یک جلسه هیپنوتیزم براش بذارن. یه متخصص هیپنوتیزم رو پیدا میکنن و از این جلسه‌ای که داشتن هم فیلم میگیرن. توی فیلم نشون داده میشه که با بریتنی از بچگی شروع میکنه به صحبت کردن تا میرسه به روز حادثه. اونجا بریتنی یهو شروع میکنه تکون خوردن، انگار که مثلا داره کتک میخوره و میگه که اون داره به من آسیب میزنه، داره منو میزنه. دکتر هیپنوتیزم بهش میگه که چیزی نمیگه، میگه که نه. و بعد از اینکه جلسه هم تمام میشه، وقتی ازش میپرسن که تو اسمی یا چهره از این آدم دیدی، متاسفانه بریتنی میگه که نه، هیچی، اصلا هیچی ندیدم، فقط یادمی که داشت منو میزد. He's hurting me. How? Like a stick or something big. I'm bleeding. Did he say anything? Not a word. چند هفته از این جلسه هیپنوتیزم میگذره که بریتنی میره و به جودی میگه که من یه تصویر مبهم از ضارب توی ذهنم به وجود اومده و داره یادم میاد و اونها هم سری میان با توجه به گفته های بریتنی یه تصویر نقاشی شده جدید از این فرد به وجود میارن که به گفته بریتنی این آدم چشمهای عسلی روشن مایل به سبز داشته و گوشهای بزرگ و اون روز هم یه تیشرت تنش بوده. میان این تصویر نقاشی شده رو دوباره توی رسانه ها پخش میکنن، اما خب بازم هیچ خبری نبوده تا اینکه 3 سال دیگه از این قضیه میگذره و یه روز که بریتنی و جودی داشتن همجوری تلاش میکردن تا به یه نتیجه‌ای در مورد این قضیه برسن، یه دفعه یه اسمی به طور ناخودآگاه میاد توی ذهن بریتنی که اون اسم جاستین هانسن بوده. بریتنی تعریف میکنه، میگه من یادمه که 7 سال پیش این آدمو توی خونه همکلاسیم به اسم ابی دیدم و اونجا ما همدیگر رو دیدیم، اصلا خوشمون اومد و با اون آدم میرفتم سر قرار. بعد از یه مدت متوجه شدم که لورن خواهر بزرگتر ابی از جاستین بارداره. نمیدونم با چه فرمولی حساب کردن که اینجوری شد، ولی خب شد دیگه. این قضیه باعث میشه که بین ابی و بریتنی رابطهشون یه مقدار خدشه‌دار بشه و کمتر با هم دیگه برن بیان و از اون طرف هم باعث میشه که بریتنی رابطه احساسیش رو با جاستین تموم کنه. اما خب مثلا در حد یه سلام و احوال پرسی همدیگه رو میدیدن و جاستین هم میومده مغازه‌ای که بریتنی کار میکرده و باهاش همجوری مثلا سلام احوال پرسی میکرده، چه خبر، چی کار میکنی و از اینجور حرفا. و این قضیه زمانی جدی گرفته میشه که علم تصویر سه‌بعدی که از روی DNA ها میساختن خیلی پیشرفت کرده بوده و میتونستن جزئیات خیلی بیشتری وارد بکنن و میان باز از روی اون تخونی که داشتن یه تصویر جدید برای اون جان درست میکنن که قبلا درست کرده بودن و این تصویر جدید بسیار شبیه عکس جاستین بوده و برای همین پلیس میرن سراغش. پلیس میرن در خونه جاستین و میبینن که اون پدر 3 تا بچه است و یه زندگی خیلی عادی داره. موقعی که با شروع میکنن صحبت کردن میبینن که خیلی مؤدب و خوشرو اونا رو دعوت میکنه داخل خونه. پلیس براشون جریان رو تعریف میکنه و میگه که ما از توی تست DNA میخوام و تا اینو میگه جاستین چی میکنه؟ بذارید من یه روز به من مهلت بدین، من با مامانم اول صحبت کنم بعد بهتون خبرشو میدم. با وکیلم نه ها، با مامانش. You know 100% that you were never even in that house. There's no way that it's going to match anything. Can I get your card though and come back and just start thinking about everything, talk to my mom. موقعی که داشتن میرفتن هم بهش میگن که ما یه تصویر سه‌بعدی از DNA داریم که فوق العاده شبیه توه. اونم میگه اوکی اجازه بدید من حالا بهتون خبر میدم. اینجا پلیس میرن و منتظر خبرش بودن و از طرف دیگه هم سوابقش رو چک میکنن و میبینن که این آدم هیچ سابقه‌ای نداره و برای همین خیلی تعجب میکنن و یه مقدار شک میکنن که اصلا امکان داشته باشه که این جاستین باشه. تا مامان جاستین متوجه میشه که پسرش وارد همچین جریانی شده، سری میاد و با خبرنگارا شروع میکنه مصاحبه کردن و میگه پسر من اصلا آزارش به موریانه هم نمیرسه. یعنی این بچه من انقدر آغاز اصلا نگم براتون. بعد امکان نداره یه همچین چیزی باشه. و اما از طرف دیگه یکی از دوست دخترای سابق جاستین میاد و اون هم با خبرنگارا مصاحبه میکنه و میگه که جاستین فوق‌العاده آدم خشنی بوده و بهش تجاوز میکرده، کتکش میزده، بدرفتاری باهاش میکرده و تهدیدش میکرده که اگر بخواد بره شکایت کنه یه بلایی سرش میاره. بعد مامانش هم میومده به هر نحوی که شده
میخواسته اینو راضی بکنه که یه وقت نره ایستگاه پلیس رو بخواد از پسرش شکایت بکنه. همه اینا دست به دست هم میده که پلیس بیشتر به جاستین مشکوک بشن. چند روزم صبر میکنن، میبینن که نه این اصلا خبری ازش نیست، نمیاد تست دی ان ای بده. برای همین خودشون وارد عمل میشن. شروع میکنن جاستین رو دنبال کردن. یه روز جاستین میره توی یه فست فود و شروع میکنه غذا خوردن. بعد از اینکه میندازه دور آشغال غذاشو، میرن اون نوشیدنی که ازش خورده بوده رو برمیدارن و دی ان ای که روش بوده رو با اون چیزی که خودشون داشتن مچ میکنن و تست میکنن و متوجه میشن که دی ان ای مچ میشه. برای همین سریع زنگ میزنن به بریتنی تا این خبر رو بهش بدن و فیلمی هم که دارن این خبر رو بریتنی میدن وجود داره و براتون میذارم ببینید. Really? Yes, we do. Off the cuff from Justin. No way. بالاخره بعد از 9 سال در جولای سال 2017 پلیس جاستین رو دستگیر میکنن. خودش که معتقد بوده که اصلا هیچ ارتباطی با این قضیه نداره، ولی خب علم که دروغ نمیگه. از طرف دیگه مامانش هم سری باز میاد بدون کمپ حمایت از پسرش ششول تلاش رو تشکیل میده و یه دم که خب آره میان تو این کمپ و میگن آره این نبوده و فلان و اینا. اما خب پلیس حرف هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشته. بعد توی اتاق بازجویی میان عکسای صحنه جرم و بریتنی رو که توی اون حالت بوده رو میذارن جلوش و بهش میگن که این کار توئه و میگه نه این کار من نیست. و بازجویی بهش میگه ببین من نمیگم که این کار توئه یا نه، دارم میگم این تو این کارو کردی، اصلا ازت سوال نمیپرسم. که این یه تیکر رو میذارم براتون ببینید. Look at her, Justin. You did this to her. I didn't do that. You did this to her. I didn't do that. You can deny it all you want. I know it's you now. I'm not asking, I'm telling you it's you. مادر اولین بچه جاستین هم میاد جلو و در مورد رابطه‌اش با جاستین صحبت میکنه و میگه که این آدم فوق‌العاده آدم بدی بوده، من رو میزده، دزدی میکرده و حتی بچه‌مون رو هم اذیت میکرد و من برای همین مسئله مجبور شدم که این رابطه رو تموم بکنم. و مادرش هم میومد و اون هم منو تهدید میکرد که نرم ازش شکایت بکنم. و من فکر میکنم به خاطر همین پشتیبانی‌های مادر عزیز بوده که تا الان برای جاستین سابقه‌ای به وجود نیامده بوده. خلاصه در جولای سال 2018 بعد از 10 سال برای جاستین دادگاه برگزار میشه. بریتنی میاد و از تجربیات سختش بعد از اون روز توضیح میده اینکه چقدر زندگیش توی چالش رفته، چقدر مشکل براش وجود اومده و خانواده بریتنی هم میان از این آسیبی که دیدن صحبت میکنن. در نهایت جاستین به 18 سال زندان محکوم میشه. واقعا 18 سال. اولا که هم میخواسته بریتنی رو بکشه، هم میخواسته مامان بریتنی رو بکشه. یعنی واقعا احساس میکنم که 18 سال خیلی کمه برای جاستین. البته که بریتنی میگه این تازه شروعشه و من احساس میکنم که حقمو کامل نگرفتم و تا زمانی که به طور کامل به حقم برسم از جاستین نمیگذرم. در نوامبر سال 2019 موقعی که جاستین تو زندان بوده، فیلمش هم هست براتون میذارم ببینین، یکی از زندانی‌ها میاد و شروع میکنه جاستین رو دبه زدن، یعنی له و لوردش میکنه و تو فیلم مشخصه که یکی میاد جدا کنشون، یه پسر از اون برمیاد میگه که اگه نری عقب برای خودت هم داستان میشه، برای همین طرف هم میکشه عقب و اونم خوب میگیره جاستین رو میزنه که البته نوش جونت. This Las Cruces prison for a week when an inmate attacked him. You can see here an inmate takes a swing at Hansen's head. The two move to the ground and an older inmate tries to pull off the attacker, but then stops. You can see an inmate tell him to back off or he would be next. After the attack, Hansen was left with bad injuries to his face. این قضیه هم خیلی باعث خوشحالی همه میشه. در نهایت بریتنی خوشبختانه زنده میمونه و به زندگیش داره ادامه میده. میخواد که دوباره اون هدفی که قبلا داشته و میخواسته خبرنگار بشه رو ادامه بده و بهش برسه. امیدوارم که به همه چیزایی که میخواد بتونه دست پیدا بکنه. فوق‌العاده خوشحالم که توی این پرونده مقتول نداشتیم و اینکه برای جاستینم بدترین آرزوها رو دارم و همچنین مامانش. علت اینکه یه آدم به یه همچین جایی میرسه رم توی پرونده قبلی توضیح دادم که براتون میذارم میتونید ببینید. اینم بود از پرونده امروزمون. امیدوارم که بتونه به آگاهی بیشتری شما عزیزان کمک بکنه. اگر دوست داشتین لایک کنید، اگر هم دوست داشتین سابسکرایب بکنید. خدا نگهدار.